نرخ استفاده از نیروی برق در تاجیکستان برای اهالی 17% گرانتر شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز 29 دکبر حکومت نرخنامه نو برای برق و گرمی را تصدیق کرد، اما در خبرنامه رسمی رقم دقیقی آورده نشده است. مقامات تنها گفتند که پرداخت بر پایه نرخنامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر می شود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر به رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. با گفته این منابع نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درم به 41.37 درم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شده است. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 30 به 35 درم بالا برده شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق رشد ساحه انرژتیک و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یک از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. نرخ برق در شرایط بالا برده می‌شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت می‌کشند. فعلا بیش از 70% اهالی تاجیکستان شبانه روز به حساب میانه 6-7 ساعت برق می‌گیرند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.